سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون اوکی باشه و شب و روزاتون اونجوری که میخواید حالا نسبتاً بگذر. آقا چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ لحظه من این نوتیف رو بکشم پایین، اینو بزنم اوکی. آره امروز داشتم این فهم کردم چرا شبا اوکیه ولی ببخشید چرا روزا اوکیه ولی شب که میشه بوم یه دفعه فکر، خیال، آینده، بیپولی، بدبختی، فلان، 1001 چیز رو سرت خراب میشه. خب 1001 چیز رو سرت خراب میشه. چرا اینجوریه؟ خب واقعا این دهنمو سرویس کرده. خب آقا مثلا روز اوکی، چرا؟ چون درگیر کاری، آدم ها رو میبینی تو طول روزت، بیرونی، فلان بهمانی حرف. ولی چرا شب که میشه بگاه میدونی؟ چرا شب که میشه اینقدر بد تا میکنه همیشه؟ خب از طرفی شب خیلی ساکت‌تره، خیلی 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 تنها تری، هیچ کس پیشت نیست، خودتی و خودت، وقت خوابته، مغزت آرومه، دنیا آرومه و 1001 چیز دیگه. اوکی؟ ولی روز نه، روز اینجوری نیست. فکرت 1001 جا میپره. هر فکری که داری راجب آینده است، راجب نمیدونم پول، راجب قضاوت بقیه است، راجب نمیدونم دلتنگیات، راجب گذشتت، آیندت. اینا همه شب دهنتو سرویس میکنن. خب دهنتو سرویس میکنن. چرا؟ به همون دلایلی که گفت. و اوورسینک شبانه چیز نیستش که بگیم خب اوکی من الان دارم اوورسینک میکنم پس خرابم، پس نمیدونم حالم خوب نیست، پس همه دارن. خب یکی یه دونه، یکی 5 دونه، یکی 100 دونه. خب اینا همه هست. اصلا من فکر نکن که تنهایی تو این موضوع. اصلا من فکر نکن که چه میدونم چرا من الان دارم تو شبان فکر میکنم، چرا حالم بده، چرا نمیدونم ماشینو مرسی، آره چرا حالم بده، فلان این حرف. خب همه اون اوورسینکر رو دارن، همه اون اذیت شدن رو دارن، همه اون داستانه رو دارن. خب اصلا اشکال نداره، اصلا و ابدا اشکال نداره. اوکی؟ مغزم حالش از کارایی قلبم به هم می‌خوره. اشما پشت ماشینه نوشته بود. آره خلاصه که اینجوری. خب پس اوکیه، اون اوورسینک خیلی اوکیه. عمیق بودن خوبه ها، اینکه تو زندگی و اون داستانه رو عمیق ببینی خیلی خیلی خوبه. خب زندگی تو عمیق نگاه کنی اوکیه. ولی اینکه توش غرق نشی یه هنریه که هر کسی نداره. خب یه هنریه که هر کسی نداره و تو باید کنترلش کنی. تو باید اون فکر و خیالتو کنترل بکنی که مثلا نزنه دهنتو سرویس کنه. آره من میشینم فکر میکنم که بقیه راجع به من چی فکر میکنن، میشینم فکر میکنم که آیا پسر خوبی، برادر خوبی، پارتنر خوبی، رفیق خوبی هستم یا نه، بقیه راجع به من چه فکر میکنن. خب اینا همه هستش. یا از اون طرف آینده قراره چی بشه، پول از کجا در بیارم، نمیدونم وضعیت مالی قراره چی بشه، شغل قراره چی بشه، ماشین، خونه، لباس، اینا همه هم هستش که میترکونتت. خب پسر و دختر هم نداره ها، واقعا پسر و دختر نداره. خب هممون اون اوورسینکای شبانه رو داریم ولی خیلی اوکیه، واقعا اوکیه، اصلا مشکلی نداره. پس نگرانش نباشید اونقدر که آره مثلا آقا من
امشب میمیره. آقا اینم بهتون بگم، اینم تو ویدیوی قبلی گفتم، هیچ کس از تنهایی نمیمیره. واقعا میگم هیچ کس از تنهایی نمیمیره. تو نمیتونی کل شبای زندگی تو کسی کنارت باشه. خب هیچ وقت نمیتونی این کارو بکنی. حالا حتی اونی هم که متأهله و همسر داره، اونم باز نمیتونه جوری زندگی بکنه که همیشه یه نفر پیشش باشه. بالاخره یه شب دوری هم هست و دقیقا اون اوورسینک و اون فکر و خیاله توی همون یک شب خیرتو میگیره. خب توی همون یک شب که خیرتو گرفت تو میمونی و اونا. ولی باید 2 تا 4 تا بکنی، قشنگ میزونش بکنی، درکشون کنی، بفهمیشون تا از پسشون بر بیای. خب مثلا من خودم هممون ممکنه این کارو بکنیم. بعضی وقتا بعضی شبا یه جوری میشه که تو میخوای غمگین تر بشی، غمت پیورتر بشه، غمت خالص‌تر بشه. خب واسه همین آهنگ غمگین گوش میدی، اکسپلور رو غمگین میبینی، اکسپلور تو میندازی تو جاده غم و اندوه فراوان. خب ولی بعضی وقتا اینجوریه. اینکه چرا شبا اینجوری میشیم هم گفتم بهتون، راه جمع کردنشم صحبت کردم با کسی اگر باشه، انجام دادن کاریه که حالمون یه ذره خوب میکنه و از اون حال بعد درمون میاره. چرا نور قشنگه. بهتون میگم که نور دوای هر زخم و تاریکیه. وقتی که نور هست حال آدم خوبه. نور رو ببین چقدر قشنگه. آره تو چشم شاید جوری دیگه باشه ولی تو ویدیو قشنگ تره چون کات سایه معلومه. خب اوکی آقا جدا است. آهنگ گوش بدی، اون کاری که دوست داری انجام بدی و انجام بدی، پیشی مرسی اهمیت. آره خب اون آهنگ رو گوش بدی، اون کارا رو انجام بدی، نمیدونم با کسی حرف بزنی، اگه میتونی بیرون بزنی، نمیدونم فیلم ببینی، بازی کنی. من خیلی وقتا اون اوورسینک شبانه‌مو با 2 تا چیز حل میکنم. ببخشید 3 تا چیز، یا خوابه یا بازیه. حالا من خیلی وقت بازی نمیکنم، یا اون آهنگ گوش دادنه و میشه گفت غرق شدن توش و هضمش. این که هضمش کنی خیلی خیلی جواب. ازش فرار نکنید. این مبحثمون هم چیزیه که خیلی جا داره راجع به صحبت کنیم و احتمالا این ویدیو پارت های زیادی داره. پس اوکیه، مشکل نداره. اوورسینک چیزی که همه دارن و تو تنها نیستی. یعنی توی که دارم بهت اشاره میکنم تنها نیستی. همین. خیلی فردا عمیق‌تر راجع به صحبت کنیم. گفتم این یه مقدمه‌ای باشه برای این بحث. خیلی خیلی دوستتون دارم. خیلی این خانواده کوچیکمون رو دوست دارم و مراقب خودتون باشید. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. پس تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.